پدر جان، چرا ما خداوند را عبادت می کنیم؟ به نام خداوندی بخشنده و مهربان. پسر جانم، در هر لحظه ای حیات ما از نعمتهای بیشمار استفاده می کنیم. هوایی که نفس می کشیم، آبی که می نوشانیم، طعامی که تناول می کنیم، حیواناتی که گوشت آنها را همچون غذا و شیرشان را همچون نوشاکی استفاده می بریم، میوه‌جات و سبزوات گوناگون که هر کدامشان رنگ، بو و مزه به خود خاص دارند، هر یک این نعمتها از جانب الله تعالی هدیه بوده، دلیل مهربانی و مناسبت نیکش نسبت به ما می باشد. اگر شخصی به منفعت ما یگان عمل نیک را به انجام برساند، ما به نهایت خوشنود گردیده به او اظهار سپاس و محبت میکنیم و اگر این شخص از ما اجرای کاری را خواهش نماید، ما با خرسندی خواهش او را پذیرفته کوشش هر چه زودتر انجام دادن آن را میکنیم. همین طور نه؟ و نه خود ما به الله تعالی که ما را از نیستی به هستی رسانیده به ما نعمتهای فراوان عطا نمود سپاسگزار نباشیم؟ نه خود ما با خوشنودی عبادتی که او فرموده است به جا نآوریم؟ ما عبادت را به جای آورده به وسیله آن به الله تعالی برای نعمتهای عطا نموده اش اظهار سپاس میکنیم. بغیر از این با واسطه عبادت اعتقاد، محبت و وفاداری خود را نسبت به الله تعالی اظهار میکنیم. به طفیل این ما به محبت الله تعالی سزاوار میگردیم. اگر الله تعالی ما را دوست دارد، او بی‌شبهه ما را پرستاری خواهد کرد و در آخرت زیاده از این نعمتهای دنیایی را به ما هدیه خواهد کرد و در بهشت خوشبختی ابدی را به ما نصیب خواهد گردانید. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اگر شما سپاسگزاری کنید، زیاده دهم شما را. سوره ابراهیم آیت 7. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: به آنهایی نگرید که شرایط زندگیشان از شما بدتر است، نه به آنهایی که شرایط زندگیشان از شما بهتر است. این برای آن بهتر است که شما به قدر نعمتهای الله که به شما عطا کرده است برسید. پس فرزندی عزیزم، خداوند را به همه این نعمتهایش شکرگزار باشیم و فرموده های آن را به جای آوریم که به جای آوردن فرموده های او نشانه شکرگزاری و سپاسگزاری این نعمتهای بی‌بهای او می باشد. خداوند شاهد باش که به بندگانت رسانیدم. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.